سلام، خسته نباشید. طریقه ریست کردن BSI 206. کسایی که چراغ سقفشون روشن نمیشه یا چراغ کوچیک یه طرفشون روشن نمیشه یا راهنماشون ایراد داره، میتونن اول ریست دستی بزنن. ریست دستی به سه صورته. اینجوریه که شما در سمت راننده رو باز میکنید. دقت کنید کل درا بسته باشه، فقط در سمت راننده باز باشه. تا آخر که باز کردید در رو سویچ رو 3 بار باز و بسته میکنید. 1 بار، 2 بار، 3 بار. بعد اینکه سویچ رو باز و بسته کردید، این دسته رو با دسته برف پاک‌کن رو با هم به سمت خودتون میکشید. به این صورت جفتش رو همزمان با هم اینجوری نگه میدارید. حالا ما چون دستمون خالی نیست، گوشی دستمونه، نمیتونیم. همین دوتا رو با هم بکشید به سمت خودتون، نگه دارید. بعد چند ثانیه، 9 ثانیه یا 10 ثانیه، یه بوق میزنه خود رو. وقتی بوق میزنه یعنی BSI شما ریست شده. مشکل چراغ سقفتون و حالا چراغ کوچیکتون و اونایی که چراغ کوچیک یه طرف روشن نمیشد یا مثلا چراغ سقفشون روشن نمیشد، با این حرکت این مشکلشون برطرف میشه. ممنون میشم، ما رو حمایت